مارتینی محبوب دلها از جیمز باند گرفته تا وینستون چرچیل. خب رسیدیم به مارتینی معروف. این کاکتل مثل خیلی دیگه از کاکتل‌های کلاسیک اونقدر تاریخچه‌اش معلوم نیست، ولی میشه گفت این کاکتل یه جورایی از منهتن به وجود اومده. بعد از منهتن یه کاکتلی باب میشه به اسم مارتینز و مارتینی میشه تغییر یافته اون کاکتل مارتینز که از ورموث کم شیرین یا درای ورموث استفاده میکنن برای درست کردنش. قبلا با نسبت 1:1 درستش میکردن، ولی چون ذائقه مردم به تدریج به سمت کم شیرین تر میره، هی مارتینی درایتر و کم شیرین تر میشه. معمولا این کاکتل رو با جین درست میکردن و تو دوره ممنوعیت الکل تو آمریکا یا پروهیبیشن ارا خیلی هم معروفتر میشه، چون مردم داشتن جین خونگی یا بختاب جین خیلی درست میکردن. ولی بعد اون دوران با تبلیغات زیادی که ودکا اسمیرنوف انجام میده، این کاکتل رو خیلی با ودکا هم دیگه درست میکنن. حالا بیایم با هم دیگه این کاکتل خوشمزه و معروف رو درست کنیم.